اینو دیگه کسی بهت نمیگه. اتوتیون رو چطور تنظیم کنیم که صدای طبیعی بده؟ فوت کوزه‌گریش آخرش بهت میگم. از همین اول شروع میکنیم. به این عددا کاری نداشته باش. آلتو تنور رو انتخاب کن اگه صدای خواننده‌ات معمولیه، اگه خیلی زیر سوپرانو، اگه خیلی بمه لو میل. گام موزیکی تو انتخاب میکنی. به این پریزت کاری نداریم، به اینا کاری نداریم. این پارامترها 100 0 0 100 که حالت دیفالتشه. میایم جای اصل کاری. ببین ریتیون اسپید اینجا یه عددی بین 15 تا 25 نرماله. خواستی خیلی تیون بکنی، خیلی فالش میخون، به 0 نزدیکش کن. اگر کمتر فالش میخون بیارش تا نزدیک 30 میتونی تنظیمش بکنی. چیزی که کسی بهش توجه نمیکنه فلکس تیونه، یعنی اون درصد انعطاف و مهربونیش با صدا که معمولا روی 50 تنظیم بشه خیلی خوبه. نچرال ویبریشن که اینم روی 0 باشه که ویبری اضافی نده به صدا طبیعی باشه. و مهمترینش هیومنایزه. هیومنایز یعنی صدای شما رو شبیه به صدای انسان میکنن، نه ربات. و این اگه روی 50 باشه تنظیمات خوبیه. بیا توی تنظیم معمولا با مشکل تأخیر داری دست پنجه نرم میکنی. Use low latency. این تیکش رو فعال بکن و از تأخیر کمش لذت ببر.